کشتی سانچی اینجاست. یه کشتی هم داره از سمت راستش میره پایین. در ادامه این تهران ابتدا آقای نادر پسنده بودن که مدیر کل دریایی سازمان بندر هستن فارغ التحصیل. این سه دور جلسات طول کشید به ارزیابی دقیق و جالبه با یه روز اختلاف، یعنی در کریستال گرفته شده برای همین پشت کشتی سالمه. این قسمت اگه توجه بکنید یک نرده‌ای هستش که محل استقرار یکی سینه، پارگی‌های سینه، تغییر حالت و در واقع سوختگی‌های سینه. من اینا شخصا بدون خدمه داره برای خودش حرکت میکنه. یعنی الان این کشتی در این حالت هیچ روش نیست، فقط دست عقب گذاشتن و 15 سال داره برای خودش کار کنه. اضطرار رو میدیدیم، چندین بار این اتفاق افتاد. برای همین بود که چینی‌ها جرئت نمی‌کردن برن روی کشتی، چون هر لحظه انفجارات پی در پی رویت میشد. خب شناورای امداد که در حال اطفای حریق هستن، چندین بار من شاهد بودم که شناورای امداد مجبور شدن از سانچی فاصله بگیرن به خاطر که گاز سمی اطراف کشتی رو گرفته بود و اینا نمیتونستن به کشتی نزدیک بشن برای اطفاء. بعد می اومدن برمیگشتن تمام این نفرات در واقع ماسک و اینها استفاده بکنن، ماسک استفاده کنن تا بتونن برن برای اطفاء. بله این اون روزی است که در واقع کشتی امداد 3 نفر 4 عرض ما این هستش که اگر به زودتر میدیدیم وقت بیشتری برای در واقع عکس در واقع بحث حقوقی میشه. آقای حقوقی در این ارتباط شروع شده